دوستی تعریف میکرد که پدری فوت کرد، چند تا برادر بودن از بازماندگان، فرزندان پسرش. یکی از همه ضعیفتر و کوچکتر بود. اونهایی که بزرگ بودن و قوی بودن یک تکه زمین تو دامنه کوه دادن به همون برادر ضعیفشون. همین بگیر بسته، خفه شو. ساکتش کردن و هر چیز زمینهای مربوط بود خودشون گرفتن. اونم واگذار کرد، چون قدرتی نداشت از خودش دفاع بکنه، واگذار کرد به بالا، آهی کشید. زمان پیش رفت. بعد از مدتی کارشناس شرکت گاز آمد تو همون منطقه. اون دریل رو فرو کردم تو زمین. تا وارد زمین شد کارشناس گفت اینجا باید پارس جنوبی احداث بشود. الان همون برادرش یا جاشوشن یا ناخدا تو لنجشن یا به عنوان کسی تو شرکتش دارن کار میکنن. همون بچه‌ای که یه تکه زمینی تو دامنه کوه بهش داده بودن. دل و دیدتو باز بکن، بگو خدایا اگر میدونی که صلاح من در اینی که من مثل فلانی داشته باشم و مغرور و متکبر و خودخواه و طغیانگر و سرکش نمیشوم، خدایا به من مثل اون بده. ولی قبل از اینکه از خدا توسعه بطلبید اول ظرفیت بطلب، چون چند چیز طغیانگره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو غنی کرد فاسد میشوند و بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو فقیر کرد بدبخت میشوند. در تقسیمات خداوند همیشه بگید راضی به رضای خدا. سرمایه ها رو نگاه بکنید. شاید یه نفر مال داشته باشه اما سلامتی نداشته باشه. چند روز پیش یزد بودم، برادری که یک از پهلوانای منطقه بود شیمی درمانی میشد. وقتی دیدمش این استخوانش تو اون پوست میچرخید، رفتم دیدنش. گفت وقتی برگشتی شیخ به مردم بگو که فلانی رو حلال بکنن، راضی به رضای خدا. پسرش و خانمش در یک سانحه تصادف که باباشون میبردن شیمی درمانی، هر دوتا به رحمت خدا رفتن. خودش نشسته، میدونه انسش چی بود؟ استخوان تو پوست میچرخید. میگفت که چشمش هم دیگه این حلقومش هم نمیتونست به گلوش زده بود، فقط انیسش یک تسبیح سفیدی بود که میگفت سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله. دکمه سیرت باز نکن، بازود نشونه کسی میدی مشتت. دست خدا بالای همه دست هاست. با مال خدا مغرور نباش. از جاه و سلطانی که خدا به داده حاکمی شدید. ظلم نکن. فشنگ ظالم تو اون لوله تفنگش همیشه وارونه به سینه خودشه. هیچ فشنگ ظالمی رو به مظلوم نیست. فشنگ لوله تفنگ ظالم و تاجر فاسد و مفسد و ظالم و متکبر و رباخوار همش به سینه خودشه. فشنگ وارونه است. داریم میبینیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير